اگر نفر علم و هنرمندی شناخته دکتر این فیلولوژیا عضو وابسته اکادمی علم‌های تاجیکستان ارباب صنعت جوربک نظیر را پیدا نمودن خواهد بیشک او را در جای کاری دائمی‌اش پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرق‌شناسی و میراث خطی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان پیدا می‌کند. دائم پی آموختن، تحلیل، تدقیق، ایجاد هنر است و ذره آرامی ندارد. تا امروز به تدقیق و تحلیل مسائل مختلف ادبیات کلاسیک مشغول است و همزمان ایجاد سرود و ترانه‌های نو را یک نوع استراحت قبول می‌کند. شخصیتی است که در هر دو جاده فعالیتش موفق شده است و میان مردم شهرت یار. صحبت ما با این عالم نکته سنج و هنرمند شناخته در دفتر کاریش صورت گرفت. صحبت را از باب آن آغاز نمودیم که علم و صنعت برایش چی داد. زحمت کشیدم برای آموختن اندوختن علم و معرفت و هنر و همه چیز، لیکن شکر خدا که هنر و علم و معرفت همه چیز به من داد. همین هیچ چیز بیهوده نمی رود، هرچی کشتی می دروی و توانستم کوشش کردم البته تخم خوبی ها بگذارم در هنر، در علم، در معرفت، در مناسبت و همون دیده ایستادم که خیلی راحت امروز شکر خدا می بینم. همین احترام مردم، احترام شما، احترام خود شما که امروز از من یک به قول مردم احوال پرسی میکنه، از این دیگه دولت بزرگتر میشه و همه چیز داد. برای من از دیگران هم همین تمنا میکنم که از برای خدا اون حرفی بود که تو نیکی میکنو در دجله انداز که ازید در بیابان دهد باز، هر چی کشتی میدروی نیکی کنی. بعضی ها گیله میکنن که من اینقدر نیکی کردم، اینقدر پاداش نبودم. من با اونو موافق نیستم. در کدام شکلی که نباشد، امروز، فردا، پس فردا انشالله راحت شما میبینید. شما هم که ندید فرزند شما به خاطر شما اون خوبی ها رو میبیند، بعدی کدید عین همین چیز. ایام کودکش را خوب در یاد دارد. میگوید که محض این ایام تربیت خوبی پدر و مادر، محیط فرهنگی خانواده برایش سبب شد که به ادبیات دل بندد. مهر به سرود و موسیقی نیز از همون دوران برایش ابتدا گرفت. مشکلی های زندگی بود و یک چیز خوب بود، باوری به فردا. این بسیار چیز عالی بود. یعنی که روزگار ناهموار و ناآرام و مشکلی اطراف مشاهده میکردیم، میدیدیم، لیکن یک چیز من مشاهده میکردم که مردم به فردای نیک خیلی 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 باوری داشتن. این خیلی خوب از قدرت میبخشد. بعد دیگر از قدیم الایام خدا هم همین چیز خواست از بندش، هم همه میخواهد که برابری باشد، برادری باشد، خوبی ها باشد، نیکی ها باشد. پدر بزرگوار من معلومات مدرسه‌ای داشت، یعنی که حافظ قرآن بود، خدا بیامرز. خب مادر من زن بسیار با سواد خوب بودن. هر وقت مشاهده میکردم که زن و شوهر می نشستن، پدر و مادر بزرگوارم از برای خدا صحبت های خوب میکردند، یادی دوران خوبی های گذشته میکردند، از پاکی و آزادگی سخن میکردند. خدا شاهد که در تمام حیات ندیده بودم که پدرم نسبت به مادر یک حرفی زشت گفته باشد. خودم گنده هم محیط من این کرده است که بعضا تند گفتاری میکنم، بعد رفتارهای نادرست میکنم، لیکن شکر خدا از پدر اونا باقی مانده است. میرم در یک گوشه که تنها از روی پدر و مادر بزرگوار خودم و پدر و مادر خانومم عذر میپرسم که ببخشید که من اندک بیادبی کردم. من از اونو خیلی چیزا آموخته بودم. در محیط ما علم بود، معرفت بود. نه یک چیزی که دیگر بود که در خانواده های دیگر کمتر مشاهده میشد. مثلا در خانه ما رسم بود. من زاده یک دهه بسیار زیبای نازنین خوشروی خوبی نوروهای خاولینگ به دنیا آمدم. صنف 2 ختم کردم و کوچیدیم اومدیم واسه یک دهه هست با نام آقجر میگفتن، کروپسکه. کم ایستادیم، تقدیر بود از بعد کوچیدیم دوشنبه اومدیم. اصلا تربیت یافته دوشنبه هستم. از صنف 3 به بعد در دوشنبه تحصیل کردم. مکتب رقم 23 در نزد فرودگاه بود، اون رو ختم کردم. بعد دانشگاه، بعد اسپرانتورا، بعد رفت. لیکن در خونمون یک عادت بود، در اون خاولینگ هم در نوروها هم این کارا میکردیم. خیلی در دوشنبه که اومدیم بیشتر
انا مردم گرد می اومدن شب می نشستن در خانه. پدرم برای اونا یا تقای بسیار دانشمند داشتن، ملا دانیاربگ میگفتن، براشون روزت کربلا نامه میخوندن، روزت الشهدا، امیر حمزه میخوندن، کتابای روایتی بودن لیک پند اخلاقی. همین چیز یادم است، یعنی که یک محیط عارفانه بود. من در اون محیط یک دو دفعه استاد کشریف دیده بودم. از دور ما بچه چپ دیم کرای همنشین شدن اون کسا نداشتیم، بچه‌های مکتب خون، لیک برای ما افتخار بود. خیلی دور میدیدیم. بعد واسه سلام هم کردیم همراه اون کس. بعد آدینه هاشم خیلی جوان بود با یک دوستش عبدالله مجرب در همین کوچه ما زندگی میکردن. در این آموزشگاه موسیقی به فکر میخوند و بعد بعضا می اومدن همونجا اگر یگون لای اندوه میشد یک چیزهای دیگر میشد، میدیم که اون کسا شرکت میکردن. این بسیار مهم بود. مردمای زمینی بودن، مردمی خاکی بودن. بعد خیلی هنرنمای اینا دیدیم. آدینه با اون وقت با خیجک میخوند. خیلی بعد محیط عبدالله نظری و دیگر همین محیط قسمت شامنصور یک محیط عارفانه و عاشقانه و هنرمندانه بود. من بچه که بودم خوبی های اونم میگرفتم، اینم میگرفتم، از هر یک کس یک چیز میگرفتم. انا حتی از سرودای عربی و آیسته آیسته محیط شنام بود که هم علم خوندم، هم علم بود، هم هنر. میگوید که در زمان نورسی از صحبت شخصیت‌های دانا و صاحب ذوق بهره برده است. با میراث بوی نیاگان، آثار مولوی، حافظ جامی و دیگر نمایندگان ادبیات از این صحبت‌ها شفق پیدا کرد. از مولانا هیچ کس آگاهی نداشت. البته بزرگی مولانا همه میدونید، مولانا جلال الدین رومی. لیکن در خانه خودمون هم مثنوی داشتیم، هم دیوان کبیر از پدر. هیچ کس نمیخوان پیر، منم جوان، منم تیر، منم کمان، منم دولت جاویدان، منم. شما تصور کنید در صنف 8 همین چیزا میخوندم، غزل زیبای حضرت مولانا، لیکن خودم نمیدونستم که چی میخونم. دیدم که خیلی خوب و متنتن میخوندم. انا دور مشو یا فلان ها، یعنی که همین چیزا بود در خاندان ما. حافظ بود. من در نزد پدر تا مختصر خونده بودم. هم مکتب میانه میخوندم، هم میومدم پیش پدر تعلیم میگرفتم. خیلی انا به من کمک کرد برای آینده. گفتم که همون قصه خوانی ها هم تاثیر بسیار عمیق میگذاشتین. چیزها در قدیم در محیط مردم تاجیکستان رایج بود. مثلا شاهنامه خوانی هم و کربلا نامه خوانی هم، روزت الشهدا خوانی و ابو مسلم نامه خوانی و زمچی نامه خوانی ها و از این چیزا بود. قصه های روایتی مردم میرفت کارش انجام که میداد، بیگاه میخواست بیاد یک جهان معنوی خودش به دست بیاورد. همین چیزا بود برای من حتما تاثیر کرد. شعر علاقه درک میکردم. جورابک نظری میگوید که در انتخاب کسب پدرش یاری رسانید. پس از دانشجویی جداً به آموزش پرداخت. علاوه بر این اکنون به سرودخوانی به نوازش اسباب‌های موسیقی اهمیتی مخصوص میداد. سهم استادانی ورزیده به نفرانش نقطه علم و فرهنگ را در آموزش و تشکل شخصیتش نظررس می‌سازد. کمک امکان اقتصادی پیدا کرده. گفت پسر من این پلاکای بگیرو، مدرسه میر عرب خراب رو. انا خیلی خودم اکنون پدر من بیچاره دیدی قدیمی داشت، نظر خودش داشت. انا هر شرط نکردم، لیکن همون وقت دیده بودم میاموختم که بهتر است که برای من به منفعت است امروز که انا در این دانشگاه های دنیوی جا تحصیل کنم. خیلیش هم تا جای میدونستم. بعد روز شگم خانه خبر نکرده حجت سپردم در دانشجو شدم. بعد که 5 سال بعد رفته پدر حضور پرزیدنت، گفتم پدر جان همون چیزی که شما خواستی عین همون است. اینجا ما با رودکیم، با فردوسیم، با حافظیم، با سعدیم، پیرای معرفت، با مولانا و ثنایی این و اونیم، همون کار با بعضی چیزای دیگر هم میخوریم. دیپلمش بیشتر بعد درد میخورد. بعد پدرم خدا بیامرز قبول کردن دیگر، دانشگاه ختم کردیم، خیلی خوب خوندیم. بعد ما هدایت کردن، راهنمایی کردن به اسپرانتورا. زمان ما که به اسپرانتورا رفتن کاری اندک نبود، هر کسی نمیگذاشتن که
برود اسپیرانتورا. من وقتی که رفتم با اسپیرانتورا و دانشجو اسپیرانت شدم، در زمین پا نمیگذاشتم که زمین فرو نرود. اینقدر مقام و مرتبه علم بالا بود. امروز ما میگیم العلماء و ورثة الانبیاء، عالمان میراثبران پیغمبرانند، لیکن کمتر متاسفانه میبینی که رعایت میشود. امروز دکتر بسیار داریم، کاندیدات بسیار داریم، انا بسیار شده است، لیکن متاسفانه در مورد علم حق علامت سوال هست در زیرش. انا من بعضا میشنم و یاد میکنم گذشته مثلا دانشمندای خوب و برجسته در محیط خودم کمتر مشاهده میکنم. خوبها بودند، نبودن شخصیت هایی که از برای خدا از استاد عینی سر کرده. حاضر بعضا مردم میگوید استاد عینی طرف های همچون نویسنده خوب قبول داریم، شعرش دوم درجه میدونیم. من شعر عینی گرفتم و ورق زدم، از برای خدا در سطح بلند شعر نوشته است. مسئله علمی آثار عینی باشد، از برای خدا برجسته ترین تحقیقات است. و چندین شخصیت های دیگر که استاد عبدالقادر منیاز بسیار مرد دانشمند خیرتمند فاضل بودند، با معصومی کمتر صحبت داشتم، لیکن بسیار شخصیت دانشمند بود. با خوشبختی من بود که با باقی جوره بودم، باقی رحیمزاده. باقی از جمله شخصیت هایی بود که اگر در صحبتش یک خدا کند و صحبت باقی نصیبت میکرد که شرکت میکردی، فکر میکردی که با یک دوستی 100 ساله خودت صحبت داری، یک بچه که جورای خودت همسال خودت. اینقدر بزرگ مردا بودن. ترسنزاده عینی نویسنده و شاعر و محیط ادبی و محیط و اتفاق نویسنده و پررد دیگر خیلی تر بود. من از این پیچ تابی او، از آن استرابی او، شدم در این شبی سرما کبابی او. زی دل بازی آن دل بر، زی رقصی کوی افسونگر، هزاران چشم ها چون حوضی پر آبان. چون پهلوی دیگری فعالیتش به هنر علاقه‌مندی داشت، پیوسته پی ایجاد سرودهای نو بود. این است که در اندکی وقت در این پهلوی فعالیت نیز با کمیابی موفقیت‌ها نائل شد. کرم نما فرودای که خانه خانه ای تو، کرم نما فرودای که خانه خانه ای تو. از بچگی من با هنر بودم، راست شگم زیبا پرست بودم. بچه چاک بودم، کوشش میکردم در وقت سیر گشتم یک زیبایی رو ببینم. اول همون دهه‌ای که من به دنیا آمدم خودش دهه‌ای است که همه اطراف باغ و بوستان است، باغ‌های بسیار است، با همون نام‌ها میرفتیم، گل و زیبایی باغ و اطراف همه میدیم. باغ مومی توتی میگفتن، باغ تای باغا میگفتن، باغ بابای افضل میگفتن، باغ بابای دولت شاه میگفتن. یعنی که انا هر گوشه و کنار یک باغی بود. البته هنر نهال شناسیشون در دهه کمتر بودم. یک در خانه رئیس کلخوز اون زمانه رئیس نظر رو برگردرش یک درخت انگور بود و انگور به آخر نرسیده ما میکندیم میخوردیم میدزدیم. همون وقت زیبایی را دوست میداشتم. با گفتم که در همین قشلاقی من بودم برادرم سرود میخوند با دنبره بود. دنبره در وادی کلوب مخصوصا خوالینگ رایج. بعد بین همین قشلاق یک جوی میرفت، جویی که به طور مصنوعی پیدا شده بود، یعنی که آب بارون میومد میزد یک جوی چاک میشد، بعد آب خشک میشد جوی ها میموندن. این طرف جوبار ما بودیم، اون طرف جوبار با کدوم دیگرش. اگر یگان حافظ پیدا میشد در اون طرف یکی، چون ماشین نبود صداهای دیگر نبود، همین صدای موسیقی دو تارنوازی در تمام قشلاق پهن میشد. بعد میدیدم که اونجا میخوندن ایدک. این طرف هم با همسایه ما اکی خدا بیامرز من اکی تو بگم میگرفت دو تا رو این طرف این میخوند.
همش در سطح کوستر نمیگن که وقتی دهاتی محلی یک سکو بود. این تاثیر کردم، این چیزا میدیدم، بعد گوش میکردم که کدام طرف بهتر. بعد وقتی که عقل گرفتم شعر از یاد کردم، این کردم، مثلا هیچ یادم نمیراد که یک برنامه برادرای رادیو پخش کردن از طریق رادیو، یک سرود عبدالله نظریف میخوند، یک سرود ابراهیم کوبلیف. اگه در تصورات من فکر میکردم که بین اینها مسابقه است که کدام از اینها غالب میاد، وگرنه این خیلی نبود. برای خوشی دل مردم یک تا از اکه عبدالله میگذاشتن، یک اکه ابراهیم کوبلی. خیلی نام کم کم تاثیر میکرد. بعد گفتم محیط خودم که آدنه هاشیم و انحاک شریف بزرگ مردم هم که می اومدن میخوندن تاثیر گذاشتم. صنف 7 بودم با تور دنبره نداشتیم، با دنبره من میخوندم، ولی یک چیزی خلقی بود، از بالا قلنگ آمد قش مرغابی، درک من همین بود. حقیقتا همون دیواتی از بالا قلنگ آمد خوش مرغابی، همون طرز خوندن همون. به پادشاهی خوبان داد از غمی تنهایی ویادیتم. جورابک نظیر میگوید که با وجود کارهای زیاد، تحلیل و تدقیق، روی آوردن به علم، آموزش میراث نیاگان، اینچنین در محفل‌های مختلف موسیقی شرکت می‌ورزید و توسط این چاره‌بینی‌ها پیوسته مهارت خود را صیقل می‌داد. در کروژک مکتبی که یکی می‌پرومدم، اینقدر حوصله بسیار و حواس بسیار شرکت کردن نداشتم، یکی پیدا می‌شدم اگر می‌خوندم خوش قبول می‌کردن. بعضی‌ها باور نمی‌کردن، معلمام هم دیگران میگفتن این صغیره کی باشد که قدر می اومدن که من هستم یا نه، یک دستم می‌کردن که همین جورابک باشد یا نه. بعد در دانشگاه هم که اومدم، چند نفر هنرمندای بسیار معروف بودن اون زمان. مثلا ظفر ناظم خدا بیامرز اومده بود در یونیورسیته، هم یک سال تحصیل کرد، کمک کرد، یک 3-4 ماه. بعد رفت در یک ایتور با هم نشسته بودیم، اون خدا بیامرز که بود مقامش بسیار بلند بود، دیگر ما یک قدر منظور نمیکرد، یک قدر نمیدیدن. یونیورسیته بعد معلم یک مسابقه ها میشد بین فاکولته، بسیار مقایسه های خوب میشد. چی مسابقه؟ همین از نظر گذرانه هر فاکولته مثل که ها بوستان تئوری میبینن، در دانشگاه ما محیط دانشگاهی عین همین کارو میشد. انا کوشش میکردن که مقام مرتبه. بعد من نمیرفتم، می اومدن میگفتن جورابک تو بیو، میگفتم نه کار دارم. بعد بسیار مجبور میکردن، میگفتم دستور. یادم از که یک دو کسی دیگه که او اکن فعالتر بودن در موسیقی اولی هستن سرودم میخونن. بعد اونها میگفتن معلم ما قرض داریم، ما قرضامون اگر یاردم کنی بسپاریم ما هستیم. من این خیلی نبودم. من معلم گفتم معلم من 5 گرفتم، من هیچ نیاز ندارم، میگم قرض من شما از بین نبری. لیکن معلم‌ها در مقام خوب بودن. همین دیدن خود داملال شریف جان سینزاده یک دنیا بود. همین سینزاده میدم هیچ یادم نمیرود، نازاش. انا شما تصور کنید که استودنتی کورسی دیم سینزاده بزرگ کورس دوم ما تاریخ ادبیات کلاسیکی درس میداد، موضوع حافظ بود کورس دو، و همین غزل زیبای حضرت حافظ خواند. ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل به تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. استودنت کورس دو همین غزل چنان در دلم جا گرفت که حساب کنم از درس برآمدم رفتم و همون وقت کلیات حافظ چاپ شده بود. کلیات حافظ یافتم، غزل یافتم، حفظ کردم و آخرین غزلم آهنگ بستم. یک آهنگ خوب به خوشرو که میخونم. یا یک غزل زیبای دیگری حضرت وقت مولانا آمدم، از حضرت مولانا خوانده بود. چه پیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم، خیلی میرفت نه ترسایم نه فلان نه گبرم نی مسلمانم. انا یک غزل حضرت مولانا این هم رفتم پیدا کردم خوندم. یعنی که حضرت سینزاده استاد بزرگواری ما خودشون علاقه زمینه فراهم آوردن که موسیقی چی است و شعر چی. امید جان عزیز یک چیز هیچ از یادم نمی رود.
من سال 70 یک غزل زیبای حضرت حافظ خوانده بودم: سینه‌ام ز آتش عشق در غم جانانه بسوخت. آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت. بسیار غزل خوب است و خوبم خواندم. اون استعداد و قدرت و توانایی جوانی استاد سینزاده ما تا آخر استیاله میکردیم بریم سلام کنیم، بریم فلان کنیم، چون که همون مقام مرتبه خودش داشت، لیکن زیاد دوستش می‌داشتیم. من اومده ایستادم یک سال 70 از پیرن که یک خفا صداش جربی، یک خفا بینم که استاد سینزاده. رفتم سلام کردم لبه استاد. گفت جربی جان هر وقت همین سینه‌ام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت حافظ میخونی، من تصور میکنم که حافظ در پیش ما است، ما داریم صدای حافظ میشنویم. برای من این بسیار بهای بزرگ بود. اینا استاد سینزاده داده بودن. بعد استادامون خوب بودن. آخه داملا تاجیف، دادا جان تاجیف، سعید حلیموف، انا خود سبحان امیرقولوف، خدایی شریف، همین خیلی چیزا بودن. هر کدام اینها هر کدامش در ذات خود یک چیز بودند. صاحب تبرف همینا هم میدیم. روش واحد اسراری با امروز افتخار میکنیم، میگه ما خوشبخترین محصلینی بودیم که تعلیم این استادا گرفته بودیم. اصلا فعالیت مهنتی جورابک نظری با انستیتوت شرقشناسی و میراثی خط علاقمندی ناگسستنی دارد. سالیان طولانی راهبری این درگاه را با عهده داشت و برایش مقدس است. محض این مکان علم و معرفت در آموزش و معرفی میراث بای یگانه ما حصه گذار است. من وقتی که ختم کردم میخواستم که کار علم دوام بدم. 2 نفر راه خط دادم برای اسپیرانتورا. منو عبدالمنون و عبدالرحمن ادبیات، تاریخ، عرفان، شعر محال از کسی در مقام عبدالرحمن عبدالمنون دانسته باشد. بسیار دانشمند. هر دومان آمدیم اسپیرانتورا. 15 نفر بودیم برای 3 جا. من و عبدالرحمن موفق شدیم. جورابک نظری در برابر فعالیت پرثمر در انستیتوت شرقشناسی جهت دسترس نمودن نسخه‌های گوناگون اثرهای پرقیمتی نمایندگان علم و ادب حصه گذار است. بعضا پول نداشتیم برای خریدن. سالهای ابتدای سالهای 90 میدونید مشکلی ها بود. یگون رئیس کلخوز، یگون دوست دیگر من میگفتم که همین دستخطا در نیاز داریم خریداری کنید. کمک میکردن، میآوردیم در گنجینه میموند. کتابایی که مردم به اونها نیاز داشتن ما وظیفه‌مون اجرا کردیم. از جمله این قرآن مجید، کتاب ترجمه عبدالمحمد آیتی، البته با هدایت رئیس جمهور این چیز صورت گرفت، لیکن اینا در دایره انستیتوت ما. اثرهای تاریخی، تاریخ تبری، خب با کتاب‌های بسیار چیزایی که مورد نیاز مردم بود به تبر رسید. دیگر خیلی همین قدر توانستیم کردیم. نه شبم نه شب پرستم که حدیثی خواب گویم، شغلامی آفتابم هم از آفتاب گویم. قهرمانی ما با سرودن سرودهای بلند مضمون به صحنه هنر راه یافت. از ابتدا همیشه به اشعار نیاگان تکیه میکرد، با آنها آهنگ موافق میبست و پیشنهاد مینمود. صنما با عشقی تو چی تدبیر کنم، تا بکی در غمتون ناله شب دیر کنم، تا بکی در غمتون ناله شب دیر کنم. اکنون آمدم اسپیرانت شدم، کارهای علمی من شروع کردم، لیکن همین یک وقت چی شد و از طریق تلویزیون 2 سرود خوندم. همین سال 70 ماهای ایون بود که خیرالله عبداللهیف آمد من گفت که جورابک جان 2 سرود میخونی. خودش گفته بود من 2 تا خوندم. یکم دفعه استاد خیرالله عبداللهی برده بودن، دفعه دیم خودشون همین اون وقت شعبه شرقشناسی بود، خودشون تشریف آوردن با گفتن جورابک جان دعوتنامه بسیار مباسط مشکلی پیدا کردیم میروی میخون. که گفت که ایشان گفتن که پگای دیگر. همون شب اومدم 4 آهنگ تیار کردم، رفته خواندم. آهنگ ها در نوع زبان های مردم بود.
بعد توجه مردم بسیار بود. با اون وقت تلویزیون یک عادت داشت که تنها هنرمندای تبلیغ میکرد، به هنر و ستاره ها را نمیگذاشت که برای به هنری را تبلیغ کنن. زنده میخوندیم، زنده تار رباب، آرزو میکنم خدا زنده خانی برگردد. دیگر با فنکرم هیچ کس نگذارن که بخواند، این بسیار خوب است. همه زنده خانی باشه. اگر سیمی تورت هم کند یا اکاردیون هم خراب شد یا اینم با یک کیفیت خودش دارد. بعد دادر عزیز کوچک میبرامدیم دیگر هی پیر و برنو هم بچه چک بود گفته توجه میکردن، ما روح میگرفتیم. این راه پیش گرفتم دیگر رفتیم هر دوش توام سرود موسیقی تکن کفرانی نعمت نشود. من خیلی شکر خدا بالا بود. ولی نمی یک تار دارم، این اینجا به حضور می تاری من اول خدا و بعد می تار من به قول مردم مقام خیلی بالا بود. لیکن از خود نرفتم. مثلا میتونستم که همه مشکلات کنار بگذارم، حافظ شوم، ارتش شوم. از اون طرف که می آمدم با بالای کتاب میگرفتم، رساله علمی می نوشتم. این هنر متعلق به شما هم است، به دیگران به همه، چون زیبایی است. ما هم باید زیبا پرست باشیم. یعنی سرود و موسیقی، ادبیات مال هم یا تاریخ مال همه ما است. امروز یک گروه میگن که موسیقی ممنوع مکروه، این حرفای سه چهار آدمی بی بصر است. زیبایی را میشود که این کار کرد. زیبایی خوبی را، البته هنر سنتی خودمون هم در نظر دارم، هنری که به درد ما میخورد. ولی امروز مردم راک میخوند با ریپ و فلان بهمدان این و اون، اگر پیش روی اینا نگیری با کارهای بیشتر زیشتر میکنن. لیکن با اونم نمیشه دست بگیری باشتن. قبول همون است، میگه ریپ خوب است. اون روز شنیدم که یک دروغگویی در گوشه یک هم نماینده ریپ کنسرت دادن، میگه جای نشست نبود، هزارها نفر رفتن. یعنی که توانستیم که ذوق مردم پایان بریم. ای دوستان برای خدا یاد ما کنید. استاد جورابک نظیر را میتوان در صنعت موسیقی به صفت یک صاحب مکتب شناخت. از ابتدای فعالیت پیروانی زیادی پیدا نمود، سپس در تربیت و به کمال رسیدن آنها سهمی بی اندازه گذاشته است. این است که امروز شاگردان این ارباب هنر تا به درجه استادی رسیدند و صاحب عنوان گشتند. امروز نیز مکتب سرایندگی جورابک نظیری پیروان و هوادارانی زیادی دارد. آتش بود در این خانه که کاشانه بسو. ولی بچه بودم خودم الکی شاگردچه بودم که قطار می آمدن، خانه می آمدن، انا محفل ها می آمدن. مثلا چند بچه چکا بودن که در اوکه هم پدرشون آوردن که جورابک همین شاگرد بگیره. من دانشجویم، ارتیستی خیلی چی نیستم، من کسبی. بعد یادم است که با سال 70 کدوم یک از نظرگذرانی ها شد، قربان علی رحمان آمده بود با دو سرود، من یک تشای مادر بود، یک چی تئاتر لاهوتی. اون وقت جدی به ایش مناسبت میکردن. این مکتب خان بود، بچه ها که صنفی نو بود. خیلی قبول منم بود. اگه منم زل داشتم بچه چک، همه ما طرف من توجه میکنم. بچه 24 ساله یک گلدسته کلان آوردن، گفتن که امینه بر شاگرد هم بچه رو تقدیم کن که خرسان شود. خوب خوند. بعد رفتم گله دادم. همون وقت جایزه همون کمسمال کرده بود، جایزه طلایی گرفت. خیلی توجه کردم. بعد رفت و چند وقت پس خودش بگشته خانه آمد، کافته آمد. خیلی دیگر همون چیزایی که من هرچی که میخوندم از تلویزیون اون کپیراف که میکرد و میخوند. بعد سه کسای دیگر آمدن. بعد دانه بهرام در بچگی در برم اومد. دانه بسیار هنرمند نازنین خوب است که نشناخته ماندن. دانه بسیار اجرا کننده و مرد دانشمندم است. بعد با چند وقت گذشته بود که جمشید قربان علی آورد، باز نامش به مقام استادی رسیدن. همین خطی نفهمیده موندیم که اینا هم شاگردن، هم دوستن، هم برادرن، هم دیگر. افتخار از اون میکنم که خداوند روزگار خوب نصیبم کرد. خداوند همسر خوبم داد.
همه عائلم بهترین انسان 4 فرزند نازنین نصیب من گرداند. امروز شکر خدا 13 نبیره دارم. افتخار از اون میکنم که امروز در هر یک خاندان تاجیک از برای خدا باز کنم، در قشلاق همه جا بدونن که جورابک است یا مرغ برای من میکشن. از این دیگه بهتر و بیشتر میشود. خودسندی خوشبختترین آدمم از برای خدا. افتخار میکنم که از همین کشور نازنینم، از همین کشوری که مردای شریف، مردای خوب بسیار دارد. یک مقال خوب عارفا هست که میگویند در شهرت آفت. هر چقدر شهرتمند شدی همین قدر به قول مردم زشتی ها از هر طرف احاطت میکنن که روی کرده از اون زشتی ها برآمدن. بودای بزرگم یک کتابای همین بودا است که این بودا نه دعوای خدایی داشت نه پیغمبری. نامش سیدھارتھا بود از نیپال. بعد یک وقت ناهمواری و ناآرامی روزگار همه میبینه، میگه چرا؟ و خاطر چراها بعد میگیره تمام کتاب‌های میخوند. شاه بود، شاهزاده، شاهنشاهی را کنار میگذاره، 7 سال مطالعه تمام کتاب‌های نسبت به این اون دین میخوند، از جمله ویداهای هندی و دیگه. آخر یک خلاصه میبرد، میگه که در این دنیا یک قدرت هست که همه چیز میچرخونه، یعنی مکافات عمل گرفتارت میکند و یک قانون میبرد، قانون پاداش و کیفر. مکافات عمل خودمون نمیگیم که از مکافات عمل غافل مشو، همه پیرو را دعوت میکند، یه مردم میگد. من حضور مبارک هم بهت میرسونم که اگر خواسته باشه که در زندگی موفق باشه، تخم نیکی بکاری تا شما و فرزندان شما ببینند، از پای خوبی ها شوی، خوبی ها انشالله که نصیبت می شود برای خودت، برای فرزندت آینده، برای آینده ها. نه وگرنه در این عمر کوتاه ما 700 800 و 900 سال زندگی نمیکنیم، حتی 150 سال هم نمی کاری کنیم که ما حق مردم خور نگویند، رشوه‌گیر نگویند، دزد نگویند، مردم آزار نگویند، دروغگو نگویند و غیره و غیره ها. گویند که انسان سالم، آدم پاک، آزاده، خوب، خیرخواه و غیره و غیره. رواق منظری چشمی من روشیانه ای تو، رواق منظری چشمی من روشیانه ای تو، کرم نما و فرودای که خانه ای تو، کرم نما و فرودای که خانه ای تو.